چند ماه پیش مردم روستای امیرایوب رستم حین حفاری برای گازکشی به یه شیء فلزی برخورد کردن. اون شیء یه بمب بود، بمبی که از بمبارون هوایی مردم روستا یادگار بود. کی؟ قصه برمیگرده به بعد از کودتای 28 مرداد. زمان کودتا اغلب عشایر و مردم جنوب پشت مصدق بودن و شاه می‌خواست به هر طریق قدرت عشایر رو کم کنه. به بهونه اجرای اصلاحات ارضی زمینای عشایر که محل ییلاق و قشلاقشون بود رو دولتی کردن و این یعنی نابودی زندگی کوچنشینی. قشقایی‌ها، کمرها، ممستنی‌ها و جلیلا همه ایلات ترک و لر به هم ریختن. تو همین اوضاع مسئول اصلاحات ارضی شیراز تو یکی از همین سفرها به دست افراد ناشناس کشته شد و شاه هم به همین بهونه با کمک خوانین منطقه با خشونت شروع کرد به قلع و قم کردن عشایر. از هر گوشه صدای دادخواهیشون بلند شد. یکی از این صداها صدای رشید ملا غلام حسین سیاهپور بود، مردی از ایل جلیل رستم. یکی از خانا پیک فرستاد پیش ملا غلام حسین و پیغام داد که میخوام حمله کنم و منطقه رستم رو تصرف کنم، یا با من شریک بشین یا رستم رو تخلیه کنیم. ولی ملا غلام حسین در جواب خان گفت من نه با شما همدست میشم نه اجازه میدم حمله کنیم. خلاصه جنگ شد و تو این حمله قوای متجاوز تار و مار شدن. خبر به تهران رسید و ارتش بود آریانا رو فرستادن شیراز. قوای آریانا هم تو تنگ گوجستان تار و مار شدن و میگن چند صد نفر کشته داد. اونجا بود که شاه منطقه رو با جنگنده های هوایی بمبارون کرد. یک ماه تمام از دو پایگاه هوایی هواپیماها بلند میشدن و روستاها و مواضع عشایر رو بمبارون میکردن و اغلب بناها و گله های عشایر تو این حملات هوایی نابود شدن. بعد از بمبارون شاه برای ملا غلام حسین و همراهاش اماننامه فرستاد و کشوندشون تهران، ولی بهشون خیانت کرد و همشون رو اعدام کرد. ولی قصه دلیری های ملا غلام حسین هنوز که هنوزه لالایی مادرای رستم و ممستنی برای بچه هاشون.